با سلام خدمت همه عاشقای الکترونیک دوستان. ببینین گفتین نویز داره دستگاه. اگر به این حالت شما برگ اسپیر قرار بدین هیچ وقت نویز پیدا نمیکنه. از این سیم شیلد استفاده کنین. البته این دسته دوی سیمای شیلد ژاپنی من تو ضبطا در آوردم. ببینین خیلی راحت بدون نویز الان دستگاه. ببینین دستگاه رو الان من روشن میکنم. خب الان ببینین گفتن جا برای هواکش نگذاشتین. اینا خودشون فن دارن. فن که زیاد ولوم که زیاد کنی فن روشن میشه. آوردم بالا که شما ببینین. آی سی استیکارم خودم لیم کردم به خاطر اینه که پایه‌هاش لخ نشه به مرور زمان پروتک بزنه. ولی قبلش بقیه خازن‌ها رو خالی کردم. یه خازن 12 ولت اینجا هست بغل آی سی رگولاتور 12 ولت که حتی خودش نوشته 12 ولت. پایه‌های برق برد یو اس بی تونم روی همین میتونین لیم کنین. الان ببینید هیچ نوع نویزی نیست. صفحه ببینید چقدر شفافه به خاطر اون خازن روی ترانسفورمر تعویض کردم. ببینین Bluetooth mode. ببینید رو بلوتوث هیچ نوع نویزی الان وجود نداره. Play by USB drive. AUX mode. ببینین فن هم قشنگ کار میکنه. خب دوستان ببینین نویزی در کار نیست. اگر همه کارها رو قشنگ رعایت کنین نویزی در کار نیست. یا علی